Hi, Grandma. Hi. Do I have your permission to record you today? Yes. Okay. Let's get right into it. For question number 1. What did being Zoroastrian mean to you as a child, and were there any places for you to practice your religion? من خیلی افتخار میکنم که زرتشتی هستم و وقتی هم که کوچیک بودیم مادرم پدرم ما رو میبردن سازمان و ما اوستا اونجا یاد میگرفتیم و در سن 7 سالگی صدر پوشی شدم و خیلی هم افتخار میکنم که زرتشتی هستم. And to clarify, where were you as a child? What country were you in? ایران، تهران. اونجا بودم. بله. Okay. تهران به دنیا آمدم. Okay, so question number 2. What things caused you and your family to move to the US? داستانش خیلی بزرگه ولی اونجا انقلاب شد در ایران. انقلاب شد و بعد از انقلابم جنگ ایران و عراق و اینا همه بودش. شوهرم اومد اینجا تو آمریکا 4 سال اون اینجا بود برای کار و برای بچه ها ویزا بگیره و دوندگی میکردش و بچه ها اونجا مدرسه میرفتن و میگفتن باید برن کلاس قرآن. اونجا دیگه اوستا نبود، نمیذاشتن، میباستن برن قرآن بخونن و پسرم هم باید بره اجباری سربازی و جنگ عراق و ایران بود. دیگه ما یواش یواش تصمیم گرفتیم دیدیم آزادی نیست اونجا. کم کم اومدیم به طرف آمریکا. So, in other words, you moved to US because you wanted the safety of your kids and they were imposing the Muslim traditions onto you? I can say for safety my children. That's why I came. Okay. Now, also, moving back to the first question, when you were a child, did the Muslims make you go to any of their places to practice their religion, or was it different when you were a kid? نه، اون موقع که من بزرگ می شدم اونجا اصلا هیچی اینجور چیزا نبود. هیچکی اذیت نمی کرد. موقع شاه بودش. هیچکی به ما فشار نمی آورد و ما آزاد بودیم. درب مهر داشتیم، شاه رهرامیزه داشتیم و می رفتیم اونجاها اوستا می خوندیم و همه ما زرتشتی ها ایرانی ها اونجا با هم جمع می شدیم و همدیگر رو می دیدیم و دیدنی می کردیم. Okay, thank you. Now question 3. Tell me, how easy or hard was it for you to integrate into the culture of the US? اول که ما اومدیم آمریکا خیلی برامون سخت بود چون زبون به اون صورت بلد نبودیم و کار نداشتیم. دیگه همینطور که اومدیم روز بعدش رفتیم برای ایمیگریشن و بهمون گفتن اینجور چند تا کلاسای مختلف گفتن هستش که من یکیشو مال نرسینگ انتخاب کردم. شروع کردم به خوندن و کار کردن. همونجا هم کار میکردم هم درس میخوندم تا بتونیم زندگیمون رو اداره کنیم و همه چی دیگه کم کم به خوبی پیش رفت و بچه هم رفتن سر کلاس و دانشگاه و مدرسه و همه چی به خوبی پیش رفت. برامون آسون شده بود اون وقت. Tell me, do you think it was hard for your children to integrate into the US, or was it the same as you?
برای بچه ها زیاد سخت نبود. کوچیک بودن، جوان بودن، زود زبون رو یاد گرفتن و نه همچون سختی نبود برای بچه ها. Okay, thank you. Now for question number 4. Did you connect with other Zoroastrians when you arrived to the US? بله، وقتی که ما آمدیم اینجا چند نفر زرتشتی ها رو میشناختیم، خیلی ها رو میشناختیم البته میتونم بگم، و با اونا درب مهر رو اینا به ما نشون دادن کجا هستش و ما بعداً سنوزه میرفتیم، درب مهر سنوزه و همینطور اورنج کانتی. اول وارد اورنج کانتی شده بودیم، اونجا می رفتیم درب مهرشون و ما خیلی ها رو می شناختیم، ایرانی ها رو. Do you think it would have been different if you moved to a different area in the US, or would it be like the same of how easy it is to integrate or to find Zoroastrians? ما آسون بود که بیایم تو کالیفرنیا، چون که اولش شوهرم اینجا آمده بود 3-4 سال جلوتر و کار پیدا کرده بود و اینجا بودش، بیشتری سختیاشو اون کشیده بود. بعداً ما اومدیم وارد کالیفرنیا شدیم و کالیفرنیا چون که زرتشتی ها بیشتر هستن، درب مهر بیشتر اینجا داریم، اینجا رو پسندیدیم. Okay, we're almost there. Question number 5. What does it mean to you to be Zoroastrian now? And what emotions does being Zoroastrian evoke in you today? من خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که زرتشتی هستم و الان 5 تا نوام دارم و نوه هامم میخوام همشون صدر پوشی بشن و همینطور دین زرتشتی رو جلو برن. بعد 3 تا از نوه هامو صدر پوشی هم کردیم و خیلی خیلی خوشحالم که بچه ها میرن، یعنی قبول دارن و میرن جلو و خوشحالن اونام. And finally, last question. Would you like to share anything, sorry, not last question. Would you like to share anything more that I have missed, or is that good? Take your time to think as well. Well, why is it, okay, here, I have a question for you. Why is it important to preserve the religion? For you. چون که جد و آبادمون، ریشمون زرتشتی بوده. اولین دینی که در دنیا گفتن زرتشتی ها بودن. برای اینه که خیلی میخوام پایدار باشه، بچه هام، نوه هام، نتیجه هام همه بمونن انشالله و همینطور پیش برن زرتشتی ها. And is there anything I missed that you would like to share? Let me think about it, but نه چیزی نیست. نه. Okay, thank you, Grandma. فقط از جوونا بچه ها خواهش میکنم با همدیگه دوست بشن، آشنا بشن و همینطور نگه دارن دینشونو. Okay, thank you, Grandma, for your time. I really appreciate it for coming today. You're welcome. Thank you for interviewing me. Bye. Bye.